به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. با آموزش نصب ویندوز 10 همراه با نصب برنامه های کاربردی در خدمت دوستان هستیم. خب ما اون چی که لازم داریم یک فلش هستش، یک فلش مموری که بوتیبل شده با ویندوز 10. من سیستم رو ریستارت میکنم. خب بعد از ریستارت من سیستم رو از روی فلش بوت میکنم. الان با ویندوز هایی که روی فلش قرار دادم و بوتیبل کردم و هر سهشون اتوماتیک هستن و نرم افزار کاربردی و خودشون نصب میکنن به صورت اتوماتیک. من نسخه 32 بیتی این ویندوز اتوماتیک رو انتخاب میکنم. خب الان در این قسمت من 4 بار حرف پی رو میزنم که پرژن انتخاب بشه، بعد نکست رو میزنم. این ویندوز اتوماتیک هستش و خودش همه نرم افزارها رو نصب میکنه و مراحل نصب ویندوز رو هم به صورت اتوماتیک بعد از انتخاب درایو خودش انجام میده. همونطور که مشاهده میفرمایید اینجا من درایو ویندوزم رو انتخاب میکنم و فرمت رو میزنم. تا اینجا مثل ویندوز های عادی هستش. خب فرمت اوکی. الان من نکست رو میزنم. از این مرحله به بعد اصلا کاربر لازم نیست هیچ دکمه ای رو بزنه یا هیچ گزینه رو انتخاب بکنه و این ویندوز به صورت اتوماتیک خودش همه کارها رو انجام میده. تنظیمات زبان، نصب فونت ها، نصب نرم افزارهای جانبی مثل آفیس 2021 یعنی ورد و اکسل و پاورپوینت و اینها، بعد فونت های فارسی جدید، گوگل کروم، موزیلا فایرفاکس، برنامه فشرده سازی وینرر، پاد پلیر برای پخش فایل های صوتی و تصویری، بعد نرم افزار PDF زیلا برای تبدیل PDF، ادوب ریدر برای خوندن PDF، بعد نرم افزار IDM اینترنت دانلود منیجر برای دانلود برنامه ها از اینترنت و تنظیمات زبان و اون چیزهایی که برای تقریبا کار برای عمومی لازم هستش همه رو انجام میده. همونطور که مشاهده میکنید الان ساعت 11:41 هستش تقریبا و این سیستمی که بنده انتخاب کردم برای نصب ویندوز یک سیستم خیلی ضعیف هست. یعنی یکی از مدل های خیلی قدیمی سونی وایو هستش و همونطور که مشاهده میکنید سی پی یو اینتل کورتو 2 هستش و رم 4. این لپتاپ ها تقریبا قدیمی ترین لپتاپ هایی هستن که میتونن در بازار، البته در بازار وجود ندارن چون خیلی قدیمی هن، خیلی هم ضعیفه. حالا ما میبینیم که منتظر میمونیم ببینیم این ویندوز اتوماتیک که خودش نرم افزارها رو نصب میکنه ظرف چند دقیقه نصب میشه. تو این مرحله من میتونم فلش رو در بیارم چون دیگه نیازی به فلش نیستش و سیستم
چند بار ریستارت میشه و خودش ویندوز رو نصب میکنه. همونطور که مشاهده می‌فرمایید این ویندوز در کمتر از 10 دقیقه نصب شد بر روی سیستمی که واقعاً یکی از ضعیف‌ترین سیستم‌های موجود در عصر حاضر هست. سیستم خیلی ضعیفه، سی پی یو ضعیف، رم ضعیف و می‌بینید که نرم افزارهای کاربردی رو هم همه رو نصب کرده. مجموعه آفیس، ادوب ریدر، فایرفاکس، پی دی اف زیلا، پاد پلیر، پاور ایزو و همینطور زبان فارسی به صورت نصب شده و آماده و مجموعه آفیس 2021 هم نصب شده بر روی سیستم که فونت های فارسی رو هم داره و دوستانی که زیاد ویندوز نصب میکنن میدونن که این پروسه نصب ویندوز و نرم افزار کاربردی یک پروسه زمانبر و خسته کننده هست. الان خدمتتون نشون میدم ویندوز 10 اتوماتیک. دوستان میتونن جهت تهیه این محصول به سایت www.amuzeshvin.ir مراجعه بکنن و این محصول رو از سایت خریداری بکنن. الان ملاحظه می‌فرمایید که فونت های فارسی هم نصب شدن و تقریباً 50-60 تا فونت فارسی که بسیار محبوب هستند در بین فارسی زبانان، این فونت ها رو ما اینجا به صورت اتوماتیک نصب کردیم و این ویندوز میتونه واقعاً کار دوستان رو بسیار سریعتر و راحت‌تر انجام بده. متشکرم.